ریده چیست و با چه عمل صورت میگیرد و پیام های آن چیست؟ سوال: گفته می شود که ریده مرتد شدن می تواند عملی با عمل یا گفتار باشد. لطفاً به طور کوتاه و واضح نمودهای ریده عملی و گفتاری و اعتقادی را برای من شرح دهید. جواب: بسم الله. ریده کفر پس از اسلام است، یعنی برگشتن از دین اسلام. این عمل می تواند با قول، با سخن باشد، یا با فعل، با عمل باشد، یا با اعتقاد، با باور، یا حتی با شک انجام هم داده شود. و نمودهای ریده: اولا اعتقادی، شرک ورزیدن به الله، انکار کردن ربوبیت او سبحانه و تعالی، پروردگاری او، یا انکار الوهیت او، عبادت، انکار عبادت، یا انکار یکی از صفات او سبحانه و تعالی، انکار کردن یکی از کتاب‌های آسمانی یا پیامبران، انکار یا حلال شمردن چیزی که قطعاً حرام دانسته شده است، مانند زنا، شراب، دزدی و غیره، انکار کردن یکی از رکن‌های پنجگانه اسلام، نماز، روزه، حج، زکات، شهادتین، شک کردن در راستگویی پیامبر صلی الله علیه و سلم، شک کردن در رساله او صلی الله علیه و سلم یا دیگر پیامبران، شک کردن بر بعث، زنده گرداندن بعد از میراندن روز قیامت. اما ریده از جهت گفتار قول باشد، دشنام دادن الله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفتن سخن‌هایی که در برابر کفر قرار دارند، با مانند تمسخر گرفتن به دین یا احکام اسلام، انکار کردن حرام، حرام شمردن حلال، حلال شمردن حرام، چیزهایی که اتفاق علما در آن است، در حرام بودن آن. اما ریده عملی باشد، فعلی، سجده کردن از برای بت، از برای قبر، از برای ستاره یا هر چیزی که به غیر الله سبحانه و تعالی انجام میگیرد، قربانی کردن برای غیر الله سبحانه و تعالی در پیش مزارها یا قبرها یا ولیها یا شیخها، عملهایی که مستقیما کفر نشان میدهد. اما شک باشد، شک کردن در حقیقت دین، شک کردن در وجود الله، روز قیامت یا حقانی بودن رساله پیامبران صلی الله علیه و سلم. هر کسی که یکی از این عملها را انجام دهد کفر ورزیده است، کفر کرده است و از دین اسلام خارج می شود. در چنین حالت بر شخص لازم است که بازگشت حقیقی به سوی اسلام نماید و توبه کند. پس از بیان و برداشتن شبهه ها باز هم اصرار ورزد، حکم مرتد بر او جاری می گردد. و برای درک بیشتر مطالعه باب حکم مرتد را در کتاب‌های فقهی اسلامی توصیه داده می شود. بر آنها نظر نمایید که علما رحمهم الله تعالی به طور مفصل در این موضوع بحث نموده‌اند. و به این میدونی که از مثال‌های گذشته بیان کردگی ریده قولی، فعلی، اعتقادی، صورت‌های شک هم دارد. سوال دیگر: گفته می شود ریده گفتاری یعنی قولی با گفتن کلمه ریده صورت میگیرد، مثلا با دشنام دادن با دین. همچنین گفته می شود هر کسی با چنین دشنام یا مانند آن مرتد شود، همه عمل‌های قبلی او از جمله نماز، روزه، حج، زکات و غیره باطل می شوند. اگر شخص برای خود نظر کرده باشد آیا لازم است چیزهای از دست رفته را قضا کند، قضا گیرد؟ اگر لازم باشد روزه را پی در پی میگیرد، قضا می‌دارد یا خیر؟ جواب: قبلا نمودهای ریده مرتد شدن شرح داده و بیان کرده. برای آنکه انسان مرتد حسابیده شود شرط نیست که حتما بگوید من از دین الله روی گردانیدم یا که از دین خود برگشتم، ولی اگر چنین چیز رو بگوید این هم یک نوع ریده حسابیده می شود. اگر مرتد پس از ریده به اسلام بازگردد بر او واجب نیست که آن چیزهایی را که در حالت ریده مثل نماز، روزه، زکات، حج ترک کرده بود قضا بدارد. اما عمل صالح او که در اسلام پیش از ریده شدن انجام داده بود به سبب ریده باطل نمی شود اگر دوباره به سوی اسلام باز بگردد، چون که الله سبحانه و تعالی این را به مرگ در حالت کفر وابسته قرار داد. چون که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكه والناس اجمعین. و درستی که آنان که ایمان را انکار کردند و حق را پنهان کردند و بر کفرشان مداومت کردند، لعنت الله بر آنها و لعنت فرشتگان و همه مردم بر آنها باد. سوره بقره آیه 161. و همچنین الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و من یرتد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. هر کسی که از شما از دینش بازگردد و در حالت کفر بمیرد پس اعمالش در دنیا و آخرت حبطه می‌گردد، حبطه می‌شود، جاویدانه در جهنم باقی می‌ماند. سوره بقره آیه 217. اما اگر انسان در زمان اسلامش نظر کرده باشد و نظرش اطاعت و فرمانبرداری باشد پس بعد از بازگشت به سوی اسلام اجرا کرده می‌شود و بر او واجب است که عمل را انجام بدهد. همچنین همه حق‌هایی که قبل از ریده در گذشته‌اش بود، خواه حق الله باشد یا حق مردم باشد، باقی می‌ماند و باید ادا کرده شود. و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است. و درود و سلام بی پایان بر پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم و آل و اصحابش باد. فتاوای لجنه دائمی و افتاء مجلد سوم صحیفه دوم.